داستانا مؤسسه احمد خانی در سال 77-78 دا جمع اگل دانشجویا در دانشگاه اورمی خر بونه و چندین جلسه خازن تشکیلات اکی دانن. او دانشجویان که خرد بونه هنگی مرحوم مهندس وجدی حاتمی و نورالدین شمس نژاد و گرمان جانگیری اصلا تدا یعنی حداقل شمس نژاد و مهندس تدا نبون. اوانا وقتی گشت یک اگل شرایطت که ببنه صاحب امتیاز صاحب سهام تدا اونده با یک لیسانس هبان دو متأهل بان. در واقع انتخابان ناوه انتخابا افرادا یک اگل پیشنهادا جناب مهندس بود که شناخت ملسه بود دوستا شناخت بود اوانا معرفی کردن در ویوه فعالیته. یعنی در واقع تشتکه ابتکار خود مهندس مرحوم یا مهندس جانگیری یا آی شمس نژاد نبود بلکه اوانا معرفی هات نکردن. وقتی معرفی هات نکردن ابتدا خباتاواجی جناب مهندس حضورا فعال نبود. حتی ما مناسبت اک دانا به نام دوید دا سید کافی علوی بو ادریس حاتمی بو حسن شجاعی بو اوانه و جمع اک دوستا دو فعال بون. انتخابا به مناسبت زلزله بمه کنسرت اک مراسم اک هات دا مزراندن پاشوی مراسمه را مهندس تشریفه و هات فعال بو. متاسفانه پاش حضورا و آقای کافی علوی و ادریس حاتمی و حسن شجاعی و دوست دیگه اوانه دیدی اوانه چون اسا شولد دیگه بتن مهندس سالا 83 را یعنی در واقع روایتت کل پیش سالا 83 دهنه احتمالا تاریخ اشتباه بده مهندس مرحوم سالا 83 را مدیریت گرفته دست خدا و در رهبری کرد. برای خود نه البته لازمه که حالا از فکر که معلوم بسیار خوبه که پاشونگی از او شروعه که بود نکته که بود تگوی بیشم نه نکته منظورم نبی بسیار که جناب تعلیم کرد لعبی که چون بسیار دوستی بسیار اگبین یکی الان اولی نقدی لخواد سر خود حضورا این که تگود اجازه نتا تا دانه که قشر مثلا قسمت حالت که آینی لیل خود شما هستید اما بسیار هم بود درسته برای خود خدای هم فارغ از این که بین بکی گوتی دفاع ما هستید فارغ از این که دفاع لجناحات خوب کن بیش یک منصف کن حداقل بیش یک منصفی لبارا قضاوت کردن دا برای خود قضاوت کردن نه لبارا خدا لبارا کلیات دا برای خود اون نقده حالا که لو سر موضوعه اتفاقا یک جلساتت که روزا جمعه و روزا سه‌شنبه برگزار تبیل مؤسسه جلسه کمیته جنبی خب اشخاص زور هاتو شد کرده به تک تک و حینه اصولا اسلوب با جلسه که ابی که حینه دست بید کرد اسلوبا روتین از فلان کسم خو معرفیت کردن و من بخو شخصا شاهد بر و موضوع بین که چه حالا از نخواستم که گویی سوی تعبیر بیتن که وینا بینیدا مثلا بله او کسی که با عنوان حالا ما مساعد آینی که مثلا بیشتر آقادیجی موضوع گویتن بله اجازه ندادن نه اتفاقا خزانه دوان و کچه دوان لبان جلسات حضور هبی جلسات کمیته جنبی و دقیقاً حتی اگر از اشتباه نکنم برداشت از جلسات با عنوان صورت برداشت دفتر خود مهندس موجود نه که بگم اول فلان کس گویی فلان کجا شتوکه ها بحث فلان شخصیتی ها خب یا فلان طبقه جامعه نه اتفاقا به تمامی برداشت از تمامی جلساتت که ماهیت جلسه تا برگزار کردید به صورت نطق به تاریخ ها هنگی لجوز آرشیو اسناد مهندس نه خب چون اصلا مهندس معمولا عادت هبی لتمامی رویداد و رخ دادت خوب به در نظر گرفتن کم و کاس نوت برداری و یادداشت کرد. خب اما بحث اگه حالا بسیار خوب یاد کرد از ترتیب خونام از بش مثلا بسیار راستی وقتی میگه لکی نه یعنی جواب گلک دریج نبید چون که بخش کدیم ما برنامه هیا او بخش که حداقل بدن ام 10 دقیقه خلاص کرد که با بالست بیت 10 دقیقه خودم خلاص کرد کاکارش به هر حال تو که مزیدن و فعالیت دهی او چولات او فعال کتن حد بینه و از فکر کم زیادتر هستن خو عرضه کن حتی فعالیت که آنچنانی بکن درسته
تو وان اشخاصا وان کسا که بیشن ام چالاکن تو نقشه چالاک اکی داده بینه یا نقشه سلیبریتی اکی داده برای خوب دیده نه متاسفانه از داشتم نقشه چالاک اکی داده ببینم نه نقشه سلیبریتی اکی داده شد واقعیت اما یکو بخاطران او که از چالاکوانیت کل حال حاضر اورمی در البته از ویت چیزی بگم فکر که اونه هستین زیده خوب چالاک معرفیتین دان هستین بشنه روانده که بدن که اونه به عنوان سلیبریتی بیدن آسن برای خوب دی حالا هم بشین دقیقا خوب بدن ناساندن هم تعبیر کن خب نه امکان بخواستین تحلیل بکن کلی دا برای خود تعبیر کردن خب قطعا هر فرده که علا پیشنگی دا که بیت وارد عرصه که بیتن وارد موضوع که بیتن فعالیت که جمعی بیتن اولین مسئله که بوه حائز اهمیته بولد بینه هویت ها بخواه خب و رو که هم حینید بجیم به عنوان مثلا سلبریتی بخواست خب معرفی بکتن قطعا ما تعریفه که جباره سلبریتی هی تعریفه که گوتی کشکتر می هی خب زور کشکتر لنده نظرم او حال حاضر دا او کسی که مثلا دعوا و پروسه تکن حالا چه شاخه سلبریتی دا شش شاخه به عنوان صاحب نظر دا خواستن معرفی کن قطعا اولیده به یک سری رجوع به یک سری دادا بکن بحث او رو که مثلا تو بحولهاش و محوره موضوعی که تا خود خب دوید داده هبن وارد بحث لبکی دوید داده هبن که نسبت به دادا تحلیل بکی ولی جامعه او که حال حاضر دا پیکا وضعیت اقتصادی دا قشر جوان حاضر نیه لسرخو هزینه دانیتن فقط سیوار همسوگ موجه که بینیتن که بینید احساس کرد اما موجه ضعیفه و جی رشده های برانبر او چارچوب فکری خدا دشت و موجه سیوار بیتن و خب او که واقعیت جامعه وکی جاران پیش دا نمایه که او که اگر من نوعی رفتاره که اشتباه کرده با هجوم که تخصصی لسر محبی حمله که نقادانه تخصصی لسر محبی لبارا که لچه لایکرا لبارا وان کسا دا که واقعا چالاک وان بین فعال به منظره هنده که هم لحوزا مطالعاتی دا هم حوزا شول کرنه دا ولی او رو که هم دینین در تقابل مثلا همان از سلیبریتی نماک والا از بکی گوتی زور کمتر الو پروسهش دانیم چون باعث گمراهی جامعه بیتن لبر خاطر هنده تبینم سعی برهندید کردن یک سری کانتکستا لجناب آقای عبداللهزاده لجناب آقای سطوت لدیرینا گذشته آرشیو آخوتنی دیده بینتن بین دلیل کاستومایز کرده شخصی بکرده یعنی نوشه دل حال حوش محوریاتا موضوعی که هیچ وقته که فکر لپشتا بوده نیه و اول معتقدم به لحاظ واقعا فکری نظرم اول جز خلق خالی یعنی تشته که تو خالی هیچ تشته که نیه و خب هم رو که شبکه اجتماعی متاسفانه صحت سنجی نکرده و به وظیفه هاش صحت سنجی بکرده خبری ما کانتکست میاسن شخصیتم و بیشم اوجی دزارت لسه کیفیت دا شول کردن هنگی او رو که جی دزارت سچه لدست و بونا بارا هندی دا که فردک بخوازیتن بنابنی دا ارزاندام بکتن یا دخوازیتن که شول نکد فعالیت نکد ولی جامعه خو باش درکت بناسیتن لازمه آیا لسر بستر جامعه لدیرینا تاریخ دا وقایع دا نسبت به تک تک وقایع و شارعی دا آشنا بده اول زور متفاوته خب بحثا حالا پسر دیشه ما البته دکتر عبداللهزاده از این محسوس جسارتان ببخشه حالا خودمون بینید واقعا معذرت خواهیم برای خود اندا این بیژن کنسرت ها بامه درسته باراز زیرا بامه خوش بیرامونم رانبرگیز بدابی رانبرگیز کردی چون مهنگی احساس هویت کردی دیگر به عنوان یک جاهل به عنوان کسی که پشت کنکور بیم آماده چونه به کنکور بود سال 83 ورودی دانشگاه ما دقیقاً پاشو که کنسرت اجرا به نحوه که احسنت به نحوه احسنت اجرابی برای خود واقعیت او حیز و آرایشی ها کل انتظامات هبی واقعاً چیجی حتی نوکه یعنی پروسه که لوا حد دا مازن دست به نبی بکو بخوازیدن انتظامات خود اگه نوشه بدهتن و نظم لیره دا حاکم بی هیچ وقت که لبیرام ناچیده با این که جمعیت فوق العاده زیادتر لخود ظرفیتی ام لیره دا چند رخ داد تا بیرامه دو رخ داد البته
یک رخدادک از بابت اینکه کنسرت روزا چهارشنبه پنجشنبه جمعه اگر اشتباه نکنم. خب روزا چهارشنبه درست مشکل نداره. روزا پنجشنبه به حرکت که تایما سینما و برنامه ها تا برگرتنه درسته؟ او تایم اختصاص دانه او خواستم بپرسم او روزا چهار پنجشنبه شامل برنامه کنسرت بی انتقاد دانه کرده انتقاد دانه هلال احمره یعنی طبق دستوره که او روز لغو کردن دو او شور اشتیاق گیم بیتن انتقاد دانه هلال احمره و دقیقاًش بیرامونه لو کسی که نابانی ده هبین اتفاقا نوع شخص بیرامی چویه و یک اتفاقا ها ناصر من نیرگی نجوتو زنگ نه منظورم اینه که حتی حد داشت اشراف مثل موضوع زنی دا گفتم مهندس حال جریان اوه مهندس به تاریخ ده دقیقاً تهرانی بی خب گفت دا مهندس دقیقاً روزو دویدو موضوع اوه گفت دا سریع و سر بنیرت من انتقال بدن به هلال احمره یعنی در واقع چه نوشید دادن به نابانی دا اوه حتی ایره حرکت هایی بحثی روزا پاشو کنسرت هم بکنیم روزا پاشو کنسرته لبیرا منه که سپیده از خلط نبیم سپیده ساعت 6 سپیده با مهندسات تلفیل گرنه بر اساس دیتای واقعی ده باخو 6 سپیده زنی دا با مهندس بود آقای مهندس وجدی حاتمی زحمت نبیدین تشریفا هنگو بیت واحد اداره اطلاعات نیروی انتظام ساعت گوته دا دقیقا ساعت 8 لیره با مهندس یک عادت که به هیچ وقت که بو تلفنیت خو عادت نبی جوابگو نبیده لهر کسی که بگیره اگر زنگ بو مهندس لیده با جوابگو بی بشک شد اجا حالا وکی گوتی تماسات اگر تنیس بده ساعت 8 لیره دا اداره دا حضور هبی توضیح خواستم خب برای خودم توضیح لکیت خواستم بله مسئولیت قانونی یا درست توضیح مسئولیت قانونی خواستم لیری جالبه بسیار اکرن که آور کشور جامعه هشته نشد بسیار یعنی البته بیشم عموم جامعه شاید نشد به بسیاری جواب بده تا نظام بده بسیاری به خاطر آن گودم مایه یا نه بسیاری کل مهندسی کردن اویا آقای مهندس وجدی حاتمی لیره دا یک او کسیت که به عنوان حراست بین و دو او کسیت که به عنوان سه صحنه به اصطلاح حضور هبین او به عنوان حجاب بو رعایت نکردن حجاب بو رعایت نکردن و لیری بیدا مهندس دقیقا بیامونه ساعت 12 نیو هاته و اولین تشتا کل ما خواست ابی خواشن یک لیوانی چا بدنه با پاشو چند ساله دقیقا اب بسیاره هاته و گهشت اما بخو اما چه طریقه که خب جاره کدی لمن از هات ما خواستنه و من اداره دا چند ساله پاشو فوت کردم مهندس فردک لیر حضور هبی گوته از اتفاقا تنها کسی که دستوره که کتبی هبی نسبت به تفهیم اتهام متهم بابت و موضوع گوته اما اقناع او رو که بحثی مکو مهندس او رو که گمه که فرقه که مقوله حجاب فرقه که بینا دستمال و اوری لجامعه کرده یعنی گوته از بخوب شخصا گهشت ما به اقناعه و شاید او گیرامه اشتباه نکات خواستم این نبیجم برای خود تنیت خوب دبیجین که دست بی که آخونه حالا مدت برداشت کرد ام بیجم محسا خانی مهندس هر دو که یک کن تو نشه او رو که مهندس لمحسا خانی بگه و نشه ایجی خانی لمهندس بگه و واقعیت اکه خب و از بهنده خواستم بیجم اگر مؤسسا خانی لو پروسه دا حق و حقوق قانونی نبی و صرف جشن برگزاری یا خوش آمدگویی به عرصه فرهنگی بی چطور مسئولیت که سیاسی به مؤسسه که نوپا هاته دانه که تازه دست بیگاه بیده نوپا محسوب بید پس در واقع یعنی فعالیت دوی زور وکی گوتی زور پیشکی اوتر بیده حالا و زور مسائل دیگر داره که به خوشی بیرام نه با عنوانش از و برای خود از و قسمتای دا حتی نه که همه آخوتنامه با عنوان عضو که مؤسسه خانی ولی از خواستم و جزئی به عنوان کره مهندسه وکی گوتی کره مازن مهندسه و موضوع بشه برای خود دنیدا علاوه بر این که مهندس یک عادت هبی
آقا اگر که جناب آقای ستوت این شاهد موضوعی بینه جلسات ده هماندیشی آقای ستوت اعلام کرد آقا عمدی به شوله کرد. خب مهندس مسئولیت قانونی و حقوقی و خر قبول کرد تو چوبش ها تو کو احضار کردن ده مشخص بی لأواخر ده چند جا مجوزات کنسرت ها ابطال کردن ده چند جا مجوز تئاتر ها ابطال کردن برای کلیات گرفتنه لچندین بابا دا مجوزات به دیگری داخلی تدا یعنی به اصطلاح لشول کردن. وقتی که توی تبیرام ماموسای از مانیکودی خانم امراه نژاد بیم از خوشی با که بودی لیره شاگرد خانم امراه نژاد بیم لباب از مانیکودی دا دست بگاه دا و اینگه توی تبیرام سالن داشت اتفاقا طبقه خارجی قسمت اگلو بحث کامپیوتر و بحث مسائل دیگر داریم که حالا با این که ماسی امکانات هبی ولی لتجربه شخصی دا لیره آراسته کردن با استفاده کردن جامعه و ببینید که سالونا مازن داشت مرکز هماندیشی بکن واقعا معتقدم هر گوشه که مؤسسه او سالن همین تشتکید بله ارزش مقدره گلک سپاس وقتی ما گلک ایمه اصلا نکته از بسیاری دیده بکن فقط پرانتزه که کویت دکرد ما مستا حالا دکتر عبدالزاده ناخودنی خدا بحث فشار سیاسی سر فعالیت ها کردی که به از بینم وقت ما انتخاباته خب امید ببینیم که مشارکت ها ما انتخاباته ده به هر حال کم بویا وان سالاجی کمتر دبید دلیلوی چیه؟ یعنی دلیلوی ناشی از او فضا و او فشار سیاسی حتی اقتصادی نه یا دلیلوی دشت ناکارآمدی یا فعالیت حالا حوزه سیاسی و مدنی و نماینده که حتی این هم به جهت و ریکه هر دو پارلمان داد تزانی از دشن به ها بیجم که وقتی که دو صدماتش تکیدگری نه هر مسئله که جواکی اجتماعی که چیده بید مولتی فاکتوریاله یعنی گلک علت صدمه یونه بگمان از شیوا خباتا او نونر یا عمل کرده نماینده پیش تا انکار نکم که بشک دشیتن وگر تبوی تشتی بخشک دقیقا دشید وگر تبو آلی دقیقا چالاکوانی سیویل چالاکوانی مدنی اما تزاین دبی ام نبی ام توشی ام بیشن بی حلای بی خطا شخصی سازی جبن که ام فکر بکن هرچه پرسکری که یه روشنبی رو یه چالاک آنه تزانی ام بافته که دا خباتت کن بی بافته دا سیاست باندورا خود کتن چاند باندورا خود کتن نظام جواب باندورا خود کتن بگمان گلک زخت هنه حتی وقتی که تو مثلا خباته که یاستایی قانونیش دکه دیسا هندک زخت و فشار هنه یعنی تا اون مسائلانه همیاد دانی به یک از باورم که راستی دشین صدمه مختلف هستند هند بخشک صدم باید گرنه با آلی خود دولتی اصلا شیوازا بری و بینا حل بجارتنی بخشک باید گرنه با مگو خود چالاکا بخشک باید گرده با گریاری که مثلا نونه های بخشک باید گرده با هندی که جواب چند خوب برپرسیار دزاین تزانی از هندک دشتا بیجم مگود مخلای تئوریکیه برخود مهندک واژه هنه چند جواب آمده ازی به فارسی بیجن واژه وکی کنشگری اجتماعی وکی مسئولیت اجتماعی وکی بی تفاوتی اجتماعی وکی پذیرش اجتماعی وکی همبستگی اجتماعی وکی انسجام اجتماعی وکی شکوفایی اجتماعی وکی سلامت اجتماعی وکی نظام وفاق ها نه نفاق اجتماعی مثلا فرض بکر و ده ها اصطلاحی به شکل واقعا جامعه آمده چند مثلا او کسی که چالاکن چند سایوان تشتانه را هسته چند شیانه که وان تشتانه ببینه نو دلی جواکی دا که از بزانم از وکی کسی که بی جامعه دا بی جواکی دا جیان دکم از برپرسیارم یعنی بخشه که رخنی دقیقا باید گریتا با خود جواکی که او برپرسیارتی خدا حس نکردن که مثلا بیتن پروسه حل بجاردنی دا بشتار بی اما تشتا که گلک مهمه به خود بهیویتی یک چیزیه یعنی تشتا که دی های که مثلا من حالا نو اجتماعی که مگوتنی بحثی سوشال کپیتالیتی یا سرمایه اجتماعی مثلا تو فرض بکن لیدار جادسون 1920 دا 102 سال پیش نه بحث که مطرح که سرمایه جواکی یا سرمایه اجتماعی ما وکی چالاکی مدنی کرد یعنی از باورم یک مازنتین پرسکری که ما دقیقاً اوه ما وکی چالاکی سویل کرد هم چند سر پروسه سرمایه اجتماعی راوستان مشروعه که ما او تشته نو چالاکی خودو بیه نو ذهنیت چالاکی خودو و ما بیه نو جواکی دا بخو ما چند سایکی هم هویه بدن جواکی
ما چند سعی که یه باوری بدن جواکی به چه جواکی بی تفاوتی کنگی چیده بید بی تفاوتی یا سب نما الیناسیونه که جواکی الیناسیونه که اجتماعی چیده بید یا سب نما به اعتمادیه که به باوریه که چیده بید یا جهنگی چیده بید که باوریات او بیتن که سر جواکی تاثیر چه نیاد یعنی ته وکریویت و خباتیت چه باندوره که سر جواکی ناکن هنگی اکو بی تفاوتی اجتماعی چیده بیتن اما از وقتی بیشم از خلای تئوریکات زانی من یعنی ذهنیتم آب بکو امی زیده صد چالاکی سیویل و جواکا مدنی جامعه مدنی راستن خازی که او تشتر چه بیانی ام از راستی هل بجارتن نبیشم ام بشتاری هل بجارتن نبن از هل بجارتن وکی نقطه ضعف وکی پاشنه آشیده که جواکا سیویل ببینیم یعنی ویدمی ام راستی لآمانجی خود دور کردن وقتی که ام هاتم به گشتی دشیم بجیم توشی به اصطلاح هلبجارتنه بون چالاکی سیویل بونه چالاکی هلبجارتنه و راستی داربه که معظم بکن مال خدا خازی کو او تشتر رخنه هاته باکن یعنی مپی خوش بگلک رخنه مثلا ذهنم به هبون کو مدشه امسر راستن راستی جواکو میا سیویل بو ولی هاته ده عینوی که دستگاه جهبونه اما بو چه امنشن جواک اگه مثلا جواکو دهی مثلا 8 جواکو دوست بیجن امنشن آوا بکن او تشتاد بیجه دکتر درسته ولی پیش که امبش نستوی موضوع لازم بود او بحثنا لیا بینه کرن و بحثی سا مؤسسه و بحثی او دیجه چالاکی سیویل قطعا او نه حالا نوعی تاریخی که مشخص اما او نه همه برنامه مداهنه ولی دبی شرایط مهیابی دن شرایط که مهیابی او نه همه هنمه حتی گلک بحثی دیگه نکرد نخواستم دیگه لو بچید زانی از یک جمله بجم سعی بود نه از سوی باری مخباتا راستین هنگی دست بیده کد که تا دیروک رخنه که درسته او تشته یعنی دقیقا تشته که گلک حوجه یکو ام مثلا حداقل او دیروکا خویا مثلا 30-40 سال یکو مثلا ام پشتی شورشه مثلا گل ایرانی ام خباتی که اون میداد چی بینه ام بین وان خباتانه راستی شروع بکن یعنی او شروعش دبی شروعه که آزاد بید هیچ کس اگه من دبی رخنه نترسید یعنی هر کس که باوری هیا که یعنی بحثی اگه که هر کس که بخواد جواب که داد خباتکار بید دبی اولی پیدان تسخو یعنی اولی دبی خوب فدا بکردن دبی خوب برچاو نگیرتن هر تشتک دقیقاً دبی برجواندی جواب که بن هنگی اکامی بشن رخنه آزاد جو بکن درسته ام دیگه هنه آخریا برنامه خوب فقط آخریا برنامه مدا ام بخش که ام دک 20 پاکت ما هنه هم 20 پاکت دا 20 نو 20 کلمه هنه که ممکنه هر کلمه یک بید او مو است شانسه و یا اون کلمه که رو کن او نمیدون خدمت و هر نفری 3 پاکت رو تیرا کردن سیبر خیلی خواهم پاکت فقط پیش کنم بش نویسته و پاکت ها از یک بسیار مشترک دو هر سکا بکن دکتر امروزه رو دست بکن حوزا سیاست ها کردی علمیه دا بخواست نفره که الگو قرار بده با من یا با او کسی که هم نسل مینن امریکا و بردوام بکن که ترسم حذف کن مردار رو نبیده پشتی انقلابی مردارن از نابیجه بونگو مشکل دی ساز بیتن و بومن دکتر تو بیجه از پشتی انقلابی من به نظر من بحث پشتی انقلابی و سیاست ها که به شارد هاتیه که او کسی که چارچوبا نظامی داشته بود تلفیق رسول جان برای خود به نظر من اگر کسان کبان بشن گشت بار مرحله شاید نو کس حتما معوه نبود یعنی واقعیت امر اوه که هندکا نکاتت مثبت هنه هندکاش نکاتت منفی هنه هندک رفتاره و شخصیتت منفی هنه تلفیق اگل هندک نفر دشتن الگویه کی باشیتن که گلک ما قبولن منطقه رخنج مهنت عین حال دا اگر وکو شخصیت اجتماعی ما هندک افراد هنک هندک رخنه هنه ممکنه از نوکن آوام بجم 10 رخنال دا ریس بکن بجن آقا بوده بیت الگو بول سوی اساس
به نظر من تلفیق اگل جریان آمرود شد، یعنی او جریانیت که مد طول بحثی دا بحث کرن اگرم بشین یک سری وصفا لکه موزده بکن اوان بکن الگو او مسیرانه نقاط ضعف دوان و نقاط قوت دوان بشین موفق بین. یعنی از بیجم مثلا مگد ارمیدا کسا کب یکو نویس روزنامه‌وان بید پای روزنامه‌وانی که نبیه که از بیجم قطعه خوب که الگو پاشو 10 سال دی 20 سال دی نتیجه شغله تنگو هم بیجین فلان کس ببیته الگو. در واقع هندک جریان هبونه، هندک ایراد هبونه، محدودیتش هبونه. اوانه به مطالعات دوانه آینده دا شادم بشین دستاوردکی باش به. دکتر حسن تو چی بید؟ راستی از جی نشیم کسی که وکی نما میناک نابوند تزانی از سبب باری مکو هر کسی که به صداقت به مطالعه به برپرسیاری خباتا جواکی دکت بومو الگوه هر کسی که جواکی ده به تزانی خطایی که یعنی دو تشتلیه دبید لیکو ده جدا بنی که ام دبید رش و سپی و یکی ذهنیت که بایپولار یا دو قطبی به خونه دانه انسان از حسن ستوت من هندک باشی خوهنه هندک رخنه خوهنه دکتر عبدالله زاده مهندس خاتمی جنابته تک به تک چالاک آتزانی بخش که مشکلات ما دقیقا لیه آتزانی ام گلک جا نه هلن کسایت و شخصیت نه آمد و چی بن یعنی فرض بکن مثلا من گل مثلا فلان کسی هندک اختلاف هیا به جای هندک آبیج یا از بیج ما کسا سرمایه کی جواکیه بلا از رخنه خو سر گریاره بکم از کسایت های دبما بن سوالی و از اجازه نادم مثلا کسی که بنا دکتر عبدالله زاده و کی سرمایه کی جواکی ببته کسایت اینا جواکامت زانی اول راستی آسیبه که راستی داربه که گلک جدی یعنی دبید ام همیا که ماسی هنه یعنی اگه تو بخوازی سعی که ماسیم راستی ساعت کنی که تا برنامه دانی بحثی که ماسیم بکه اما به معنی نکنه چه باشه چه نه چه شغل نکنه یا دکتر عبدالله زاده یا مهندس خاتمی یا تک به تک چالاکات زانی او ذهنیت دبید نو مدا بشکیتن تزانی انسانه که معصوم انسانه که امبیشن ابر انسان نو جواکی دو چی نو بیتن چالاکی مدنی میناک الگو از امتی آرش دکتر عبدالله زاده کسی دینه تزانی هم همون هر کسی که به صداقت برجواندی خوی شخصی کسایتی بنتی که نهاتیه بود جواکا خوی که منو تا مثلا ما همه مچان راحت نخوای مالا خود من داشتی دیدم داشتا که مد کیشتلیه برپرسیوریا جواکی یعنی اوتشتا مهمه تزانی این که مثلا فرض بکه کسک زوته هاتیه این که کسک دنگته هاتیه کسی زوته هاتیه نزانم آیا قرآن هد بیجی اولئک المقربون السابقون و السابقون اولئک المقربون نظام بخواد از قائل به ذهنیت برای نینم امکان هست بجمع و آیه ترجمه بیجی تا کسی که مستعد با دکتر بلا ترجمه بکه بلا نشکی ده اگ نبیتن ولی از سه باری مد بیجید که او کسی که پیشته هاتنه به جوری که نزدیکتن تشتکی برای این درست دکتر جان تخاطب یت که سابقا اولویت دارن تزانی از به جد بجم از وکی کسی که شاید مثلا از دبیرستان بودم مخابات که یه حتی نه هیچ وقت که حق کی زیادت ل کسی که ایوتی تجواکی دا بخو زیادت قائل نینم یعنی تزانی او دبید ذهنیت انسان و وزنی بدتان این که کسی که زیادت خباتی این که سابقه که زیادت هیا لزوما تنه او نابیتامینات یعنی کسی که ممکنه ایو بیتن 10 روز وارد میدان بیا بشیتن گلک تشتی نو بدتما یک ده تشتی دیجی که تزانی به میدانی ده هیا چیه رسول جان بخود ده گلک جا سخنرانی خود ده از دیویژن جواکی کاریزماتیک یا وکی دیویژن لگالیله ده پرسن دیویژن مثلا فرض بکه وقتی جریانه حالا تفتیش عقاید انا خوازم بچ مثلا داستانای وقتی گالیله آخوتنه خوب پاشتکهی شاگرد که دیویژی وای به حالی و ملت او ملتی که قهرمان چنبن گالیله و دیگری دیویشتی ده وای به حالی ملت او ملتی که احتیاج به قهرمان هبن تزانی از باورم ام گهشت نه آستکی داد یعنی مرحله که تاریخی دانه ایدی او مرحله قهرمانانی نه یعنی ام دبیت میدان بدن هر کسک رولی خود جواکی ده بلیزی و یک اگل تشتی که راستی از بخود ده جویمت چی که اینا انحصاره و گلک جا ام دبینن ایو روژه مثلا حالا هندگ نه باشه بیا انحصاره کی چاندی انحصاره کی سیاسی هیچ کسک جواک نه ملکی من نه ملکی هیچ کسکی دیه هر کسکی حق بیت وی جواکی دا رولی خود بلیزید و ام دبیت بشین
شخصیتی کاریزماتیک درباز بن، یعنی هر کس تک دبید بشید رولی خوی راستین به جواکی دا بلایزشن. کاکارش نظرت ده؟ خب سرچوخ عرض خدمت بگم که رسول جان برای خوب دیده معتقدم هیچ وقته که نوت برداری یا الگو برداری از رفتار کسکی او رو که دلیل بر هنده نابیدن که هم بشین بو آینده قدم اکراکن یکل تشتید که یکل آموزید که دشن بجن مؤسسه خانیدابی اوی او رو که خو لگل سبایه خود فرق بیتن یعنی چه؟ یعنی او رو که اگر تا حوزه که دا وارد بی تا حسک فعالیتی بکی تا مطالعه بید که لگل سبایه خود تفاوته که وکی گوتی سبایه تا پیشتر لگذاشت داده بیتن در واقع لیره چی نوشید دادن؟ لیره نوشید دادن الگو اگر خوازه به خوب به الگوی خو ولی به شرطه که به شرط این که رشدی بکی او رو که زمانه که امدش موفق بین جامعه کردی دا او تو که مثلا پیش دا یعنی اول جز آموزید خود جلسات تمندیشید مؤسسه دا بین لهر بارکه دا همچه حالا انجمن فرزانگان و هم مؤسسه خانی دا ابی که نین برندسازی نکن لسر تفکر خوشول کن لسر خود خوشول کن و سعی نکن که الگو بن سعی نکن او که لیدری برگرن برای خود متاسفانه هم میشه از اختتاما و آخوناخو از اشاره که به کلمه مهندسه البته بجم ما مسترخ میگوید ملت کرد تو چه بدهیه دا چه جایگاه که بدهیه دا چه پست و مقام که بدهیه دا دیسا دعوا آقاتی هسته ملت کردی کت بس خوش مالا او بخشا آخر برنامه پاکت برنه دسته به ما چی کن ما مستا چنابون هم نرو که کارتی که بله ما مستحب یاد کردیم که یکی را که کارتستان رو است بکی ما مستحب هر که ما مستحب بده خوزیدر نبید بابلیسک برنامه کی زور باشه پینگاه کی زور با ارزشه هوی دارین کو بشتن اثر کی زور باش دان تسر جا کمده و ابن الگوی کی باش بو پینگاوید بعدی هر بجی سرکاتی بید کارت هدیه که 10 میلیونیه باب مازن از دیدم به آخوت نخوی آخری که من گوتی از سر باری مکو اگه هم بین به خوب دنده داشت هم خانواده و کی دولت اگه ببینن کاری درون ناسیه از سر باری مکو نک خانواده دا ساختار چه نبیتن پیوندی چه نبیتن اما او سیستما سلسله مراتبیه که گلک جا آواد بید سیستمه که غیر دموکراتیکه که مالباتی دا چیده کتن گلک جا داربی جدی لأندامه مالباتی دادن و از باورم که بابه مازن وکی کسی که دبید ریز لی بیتا گیرتن اما نابیتن که هر تشتک جی بنسی برای دو بیتا تعیین کرن دبید رخنه جی بیتا کن و دبید هر کسی بن دگل به بابه مازن جی بشه رولی خوب لیزی خوش کارش کن جسارتا اوه اولویت دوی مشکل اگه کردایتی برای خوب دیده واقعا نظانم او رو که حالا از روی بخت و اقبال بیجین از روی شانس بیجین از روی مهندسی و بابلیست که بیجین کلمه اک در کرد که براستی به لحاظ لغوی قابل گوته نه ولی به لحاظ تعریفی متاسفانه زور که موسیقه لباره و مسئله ده بحثه بکن کردایتی نتشته که او که بیجم مربوط به آزاد خواهیه نه به معنای او رو که کردایتی به معنای هویت خواهیه کردایتی دیشت هر تشته که ده خلاصه بیتن او رو که فقط یه مهم مقوله که تو
کرده جدا که تفکیک که آیا کرده تو تعریفا کلیت که با عنوان ازمان خط و رسم کردی و دیرینه که تاریخی فارغ از هبینا مذهب سنی تو ناسه یا تا رو که کرده لدره و حالا من شد دره و استانینیه که قطعا تعبیرش با بابت دا آیا او رو که تو تعریف ها واژه کردت که یا کردکت که تو مذهبش ده دخیل دادانه که اول باعث بیتن لیره کردایتی یا فعالیت ها کردایتی یا هویت ها به نوع کردایتی زور فرق کرده ولی قطعا اگر از بجم کردایتی از بخوازم تعریف که لی بکم تعریف که نشم لی بکم چون مجمع بود مسئله که مغزنه ولی خب احساسا دشم با بابت دا و هنده معنی کم مظلوم ترین ملت که دستمایه همه قدرت آبینه باعث رشد همه ارکان دابینه همه جامعه دا یعنی کرد باعث بینه که او روکه او جامعه ما یا فارغ از کرد عجمی لو شارده رشد بکن و دشم بجم در واقع کردیتی لو شارده مظلوم ترین واژه که تو دشه لچارچوب یا دشم بجم تک تک بشارده لو بچه بشارده ببینی دست خوش دکتر کم دکتر راندوم انتخاب کرد چه گل پوت جنا دهن آن لومپن چه توصیفکی بلافاصله همیشه کاندیدای کبول فرانسه خو کاندید کرد وقتی که بحث لومپنت کن باشین چون تندرو بون اوت تبیرامن راستی ده همو حوزه که ده همو جامعه که ده لومپن هنه که نه منطقتک حاکمه سر رفتار آونده نه اقلانیتک اوانه نه تنها بخو اقلانیت و منطق اکثر رفتار و گزین شواندانیه بلکه نظم و اقلانیت ها اطرافیان و یه کتوی جماعش دا خباتت کن یه وانش کدن سه به اساس توصیفه که زیده تر نشین چون اگه قرار بی تقسیم بندیت بی تکرن مجبوریم وارد مصداق آبیم رحمن نبیه در دست مصداق نده تا کسان کرن آنی زخت انا که ننظم بومه زد دکن اخد تو نیمه کرد که برای که داره کاخ جوانان بگو باید کنیجا که پوچ دکه پوچ ندکه قطعا پوچ دیدن کاخ جوانان داشته کتی تا ذهنام دا اوه که وقتی که باجاره علمیه دا خیانه دانشکده دا ساختمان اک هبو دقیقا به نوع کاخ جوانان که بخش شکل ریبرتی ها دقیقا باجاره علمی گلک دنگ میجوجین نه یعنی 6-7 سال پیش نهده یا شاید بجم 40-50 سال پیش نهده زمان شهوکی گوتی او وی کاخ جوانانی دا دشیان اوک بکن دشیان بقوله که یعنی ریابایی ها باجره علمی هندک دقیقا وی کاخی دا که کسی کوید بون وی کاخی دا جگر ببون ریابری دکند و که برپرسیار و فرماندار و کسی به شکل که دانشکده دا بون اما تشته که نزانم پارادوکس کجی یعنی جوان و کاخ به یک کده ناخون معمولا چرا نه ارزو بر جوانان ایت نیست و کاخ جیتشته که باش نینه به نظر من معنای که باش نینه اما جوان هیز راستی جوان ریگنشانده را جوان چیکه را جوان دشیتن گلک دشتی پیشکتی آوا بکتن راستی و هیوی دارم که چجا جوانه ما کاخا آوا نکن جوانه ما جامعه و جواکی آوا بکن بس خوش خدا جرم هاتونه هایی که سه نایدی بو ما هده گزه هاتی نزا ایجا خدا جرم هم جاره چون نیسته
سه اصلاحاته رنگی کسیده لیست کاکس انت خیلی لیستافیه نه مشکل شده لیست داره. نه واقعا معکی بودی لیست لیست حسین خبر اولین تشتك كنت ذهنت چیه؟ خدا اولین تشتا که تدبیرام نه اتفاقا هر خود بحث انتخابات ده تشتا که آشکرا ولی از هستم که زور زوایا نسبت به موضوع ببینم برای خود لیست حاصل اندیشه تک افراد اگمینه که سری بحث انتخابات یا دیویژن که مهندسی انتخابات یا حالا برداشت آزاد هر برداشته که لو باردات تکرینه که با تعقیدم او لیسته یا دینی دیویژن از اتشتی که زورتر بومه برده بجید از با عنوان حالا مثلا کاراکترک سیاسی دیبوده تعیین کم چه بر اساس چه آیتمک یعنی در واقع همین لیست بر خود این قطعا در مؤلفه یک سری پارامتری ثابت هستن که چون ندو لیست ایدا سر به خود نشیتیش وقتی که لیست یعنی در واقع حاصلا دشم بجمعتا خروجی ها یک سری دیدگاه ها حالا دشت انتخابات بودن و دشت زور مسائل دیگه دابینا بود صرف فقط هم انتخابات وقت کردن ولی خب امیدم لیست فقط جزء خانواده مهندسی انتخابات دادانی دکتر کنک ایجن باید تیپاش پیون کلمه با بلیز کچیکه یا سرچوپی ده اصطلاحا کردی دا او کسی که دواتت کن ده سری گوند را دستمال هیگین دست خو در واقع مسیرها دوات هدایت دکن او اصطلاحا هندک جیا دا شهر ساتی تکرن هندک جیا دا افتخاره که هندک جیا جی دشن وکو راهنمایک بو مسیر بهره لی بیتور گرتن او اصطلاحا اخیراً نوع ادبیاتا تحصیل کردش دا به عنوان نمادک انتقادی وارد بیه حالا اصلی اوی تشتی وکو نماد اگر از تفسیر بکم نقدکی مثبته ایجابیه یعنی حرکتکی ایجابیه بیک شرط اوی که بخون نقد دکت توانایی مدیریت و درس برگرتن رفتار غلط و بهره برگرتن رفتار درست گذشتگان هبیتن دست خوش ریش دیست زایده که ایتیانجا کرنگه که دیه رنگین دودر کس که شانس نه حالا شینه یار محمد خان رضا خسروخان هسته بیامون روخان قرفپا بله من راستی زانیاری سرچنینه اگر اکی کسایت که من چه زانیاری سرچنینه از ناسنا کم مخابه هیچ دا نمیده دا بشیدن بشه حداقل توضیح که بده یا ناس کم از توضیح بدم یار محمد خان کرمانشاهی آها یکی از سرداری مشروطه بله بس از دشم حد توضیح بدم نه خلاص تا توضیح نه حد توضیح که کشته کردم که آرش من ذهنم اگر برای این بیتن دشم بیجم بخش اگل دیرو که سانسور تیتا که نگر لگ جا ممنون کردم که چون اگر سانسور نهاته باکنی دلید مباشته ناست که بله. با یعنی شاید که مسلم مدادیه براتیا گلان براستی نزانم چطور
حالا وقتی گویی به کلمه توصیف کم و سایت کم زورته حالا بجم اوی براتیا گلان از تلمه احتا به کسی که براتیا گلان گدار کرینه برنامه دیانی بینرید برنامه بابالیست که بلا به خود توصیف کن چون به چه زورته نه یعنی اوش بلا بیت حداقل جناب آقای گلبان براتیا گلان مارو که توصیفه و هلا بر احتی بینرید برنامه بابالیست که بلا جوره که توصیف کن براتیا گلان آختون نه از اجازه بودن او که هیچ شبهه نه در پیش از کلمه دیج بگم از نوشا دوربینش بدم رمضان بچه شانس اکی مارتین لوتر کینگ حتی نو که هبه شانس بینه پرستو به معنی سیاسی یا اجتماعی ولادیمیر اگه ساده بیت تو ایدی من ساده لواکی آمد کرد به من نکرد برداشت یا بودی فلکه عقاب پانتورکیسم میتران خالو قربان اسلام آباد شهر همیشه شملکان املت و مام جلال اول کلمه کو و نباد بابه مازن اینم در بیامن از سپاسیات کم و زحمت کشه و او رو درخواست ما قبول کنم اونم میونه ما از هوی دارم که اگر تشتاق بسیاره یعنی سر دلی و نبیدی دلی و نیشابید لما و لبرنامه ما سپاسیات کم و خاطر خوش و بینه رو بی سران خالم سر و سر جا سپاس هر بجی تونج ماندی نبود